گزارش امروز ما گزارشی هست از تمامی شرکت هایی که این محصولات رو میسازن و به دست ما میرسونن. اگر که تا حالا به استانبول سفر کرده باشید، حتما در مغازه ها و دکه های کوچیک و بزرگ یه سری صنایع سوغاتی که همه جا به فروش میرسه رو دیدید.